با عرض سلام خدمت کاربران محترم وبسایت بامبیلو. در این آموزش قصد داریم آموزش ثبت محصول رو در سایت بهتون یاد بدیم. با نام کاربری و کلمه عبوری که از قبل دارید وارد سایت میشیم. بعد از اینکه وارد سایت شدیم بر روی دکمه پنل فروشنده کلیک میکنیم، روی دکمه محصولات کلیک میکنیم، روی دکمه ثبت محصول جدید کلیک میکنیم. در اینجا کاربران میتونن به دو نوع محصولشون رو ثبت کنن، یکی محصول فیزیکی و دانلودی، یکی دوره آنلاین. محصول فیزیکی و دانلودی شامل هر گونه کالایی که بشه از طریق پست، باربری، تیپاکس، نمیدونم محصول فیزیکی دیگه اسمش روشه، و دانلودی که بشه دانلود کرد، فایل، طرح، هر چیزی. و دوره آنلاین. ما فعلا رو محصول فیزیکی کار میکنیم. محصول رو که زدید صفحه باز میشه. اینجا اسم محصول رو مینویسیم. اسم محصول شامل چند تا کاراکتر خاص هست که باید حتما در نظر بگیریم. مثلا سرخ کن، سرخ کنه، مثلا 8 لیتری پروفیکوک مدل 10-20 مثلا. ببین تو هر محصولی میخواید ثبت کنید اول نوعش رو بزنید، بعد مشخصات، برند و مدل. دمنوش ساز آورده، ما تقسیم بندی هاشو بکنیم. الان نوشته دمنوش ساز پروفیکوک، ساختشه، اینم مدلشه. ببین اینجا میتونید بنویسید دمنوش ساز، سرخ کن، دارو برقی، صابون، نمیدونم کرم، ضد آفتاب، هر چیزی. پروفیکوک هم که برندشه، حالا میشه ولز باشه، میشه سامسونگ باشه، میشه عرض کنم دلموندی باشه، هر چیز دیگه ای. آلمان و مدلش. حالا ما از تو خود سایت خودمونم نگاه کنیم. مثلا زارو شارژی خودرو مدل کیودا، دستگاه لیزر تیتانیوم مکس، عرض کنم کرم ضد پیری. اسم محصول جوری باشه که نیمبوت مردانه برند الوی مدل فلان، یه جوری باشه که مشتری با دیدن اسمش این نصف چیزایی که میخواد رو داشته باشه. مثلا اینا نوشته روغن پاک کننده کنترل منافذ حجم 200 میل، بابلیست فیلیپس سایز این، عرض کنم و همچین چیزایی. یعنی اول نوعش رو بنویسید، بعد مختصاتی که داره. مثلا این میتونست بنویسه 1.5 لیتری یا 1 لیتری، 1.8 لیتری، 1800 وات مثلا. برندش، کشور سازندش و مدل. کشور سازندش هم نباشه مشکلی نیست، ولی چند تا گزینه که نوعش، مختصاتش، مشخصات اصلیش که مثلا همون چند وات یا چند لیتریه، اینا خیلی مهمه. برندش و مدلش. گروهش هم اینجا انتخاب میکنید. ببینید شامل کدوم گروه میشه. لوازم خانگی برقی، نوشیدنی ساز مثلا. اینا میشه چای ساز. آره چای ساز. خانه، آشپزخانه، لوازم خانگی برقی، نوشیدنی ساز. کلمات کلیدی. کلمات کلیدی میتونید همین رو کپی کنید با استفاده از گزینه شیفت و این کامه ها رو بینشون بذارید. با این کامه کلمه کلیدی ها رو جدا میکنید. حالا میتونید کلمه کلیدی های دیگه ای هم بهش اضافه کنید.
اینجا قیمتش رو مثلا می‌نویسیم 3500. همونجور که مشاهده میکنید قیمت رو به دلار هم تبدیل میکنه. اینجا قیمت روز دلار در بالای سایت نمایش داده میشه 114,831 تومان. قیمت ریال رو به تومان مینویسه. قسمت بعدی میگه سه واحد قیمتی به کاربر نمایش داده شود: تومان، تومان و دلار، دلار. ترجیح ما اینه که رو تومان بذارید. حالا به اختیار خودتونم میتونید رو تومان و دلار یا دلار بذارید، ولی اگر روی دلار خالی باشه سایت های نمایش دهنده مثل تورو و اینا قیمت رو به اشتباه نشون میدن. ترجیح ما رو تومنه. قیمت وابسته به دلار است؟ خیر، بله با افزایش قیمت دلار. ببین اگر رو خیر بذارید که همون قیمت 3500 ثابت میمونه. اگر رو بله بذارید، رو 3500 با قیمت که این بالا نوشته یعنی دلار اینجا بشه 120 تومن، این 3500 هم تغییر میکنه. دلار بشه 90 تومن، این 3500 هم میاد پایین. ولی اگه با افزایش قیمت دلار بذارید، فقط در زمانی که قیمت دلار میره بالا قیمت تغییر میکنه. وقتی دلار میاد پایین طرفه 3500 تغییری نمیکنه. پورسانت هم پورسانت محصول هست، از 5% تا 90% میتونید بذارید. این پورسانت در موقع فروش از مبلغ شما کسر میشه. ضمانت برگشت وزن میتونید واسش تعیین کنید که چند روز ضمانت داره. لینک صفحه اطلاعات، اگر سایتی دارید میتونید لینکش رو اینجا بذارید. روش تحویل محصول فیزیکی یا دانلود، اگه فیزیکی بذارید، البته دانلود توضیح بدیم. به صورت دانلود میتونید حداقل خریدش هم واسه مشخص کنید که از مثلا اگه 10 بنویسید نمیتونه 5 تا رو بخره. و فیزیکی باید با پست واسش ارسال کنید. تو اینجا هم حداقل خرید هست. اگه 10 بزنید کمتر از 10 تا نمیتونه بخره. خب یک. روش های پرداخت، دو تا روش داریم: پرداخت قبل از ارسال، پرداخت در به منزل. پرداخت قبل ارسال باید خریدار مبلغ رو کامل پرداخت کنه که شما بتونید ارسال کنید. پرداخت در به منزل هم به این صورت است که شما بسته رو ارسال میکنید و مبلغ رو دم در میگیرید. الان این دو تا روش داره. اینم یکی این که با شرکت های که این امکان رو واسهتون فراهم کردن قرارداد داشته باشید، مثل تی باکس یا پست، که پول رو از مشتری بگیره، یا اینکه خودتون برید در به منزل تحویل بدید و پول رو ازش بگیرید. این روش رو من زیاد پیشنهاد نمیدم چون مرجوعی زیاد داره. روش های ارسال فیزیکی، اینو البته باید یکیشو حتما فعال کنید. روش های ارسال فیزیکی هم هست: شرکت ملی پست، تی باکس، باربری، ماهکس، ترمینال، پیک موتوری. ببینید تو بعضی از مواقع محصولاتی هست که نمیشه با پست فرستاد، حالا به هر دلیلی، به خاطر هضمشه، به خاطر شرایط پست، قانونهای پست یا تی باکس. شما میتونید باربری یا ماهکس یا ترمینال یا پیک موتور رو انتخاب کنید، از این روش ها بفرستید. حالا ما پست و تی باکس رو میزنیم. گارانتی اگه داره محصول اینجا مینویسیم، مثلا سلامت کالا، اصالت و سلامت کالا مثلا، یا میتونید بنویسید 2 ساله مثلا شرکت، اینجا نوشته 2 ساله مدیا پردازش مثلا، یا 18 ماه. هر گارانتی که داره اسم گارانتی رو اینجا مینویسید، یا ندارد مثلا. وزنش رو می نویسید، در نظر بگیرید گرم یا کیلوگرم رو انتخاب کنید که به گرم می نویسید یا به کیلوگرم. این وزن الزامیه و وزنی هست که به کاربران نمایش داده نمیشه به مشتریان. این فقط برای محاسبه هزینه پستی استفاده میشه. مثلا 1000 گرم که میشه یا 1000 گرم یا مثلا می نویسید 1 کیلوگرم. ولی اینو حتما در نظر بگیرید. اگه 1000
گرم باشه در نظر گرفتید، بعد بخواید بکنیدش 1 کیلوگرم، اینو عوض کنید اینو عوض نکنید، هزینه سرسام آوری واسه پست محاسبه میکنه. ابعادش هم اگر میدونید و برای مشتری واجبه بنویسید میتونید بنویسید. حالا ما مینویسیم 120 عرض 100 ارتفاع 90 مثلا. این حالا همینجوری من نوشتم. بعد اینکه این کارا رو کرده روی ثبت میزنیم. حالا من اینو برم باز کنم. وقتی که روی ثبت زدید میاد یه صفحه دیگه که از اینجا اضافه شده. محصول سایز بندی دارد، بله یا خیر. مثلا سایزهای متفاوت داشته باشه، میتونید اینجا سایزهاشو بنویسید. سایز 1، سایز 2، سایز 3. قیمتاشون هم میتونید اینجا تغییر بدید. اگر هیچی ننویسید قیمت اصلی که 3500 زدید اینجا نمایش داده بشه. حالا واسه دمنوش میتونیم بذاریم 1.5 لیتری، 2 لیتری، مثلا 1.8 لیتری. حالا این 1.2 لیتری و 3500 در نظر بگیریم، اینو میزنیم 3 میلیون. 1.8 رو میزنیم مثلا 3,200. قیمتاش رو میتونید تغییر بدید که ثبت بشه. این قیمت اگر رنگ بندی داره میتونید بله رو بزنید، رنگ بندی رو انتخاب کنید، مثلا سیلور. رنگ سیلور هم اینجا انتخاب میکنیم. حالا بگیم سیلور رو این در نظر بگیریم. خود رنگش هم مینویسیم سیلور. این ثبت شد. رنگش رو مثلا مینویسیم مشکی. حالا اینو بزنیم مشکی. خود رنگش هم مشکی. این ثبت شد. قیمتاش هم میتونید تغییر بدید. اینجا دوباره مثل سایز بندی این ثبت شد. این سایز بندی و رنگ بندی واسه جنسایی که سایز بندی و رنگ بندی دارن. اگر هم نداره که میذارید رو خیر و تمام. بخش فروش عمده داریم اختیاری کاملا. مثلا اگه بگید 100 تا بگیره 5% تخفیف بهش، 15% تخفیف بهش میدم. یا ارسال رایگان، اگه 10 تا بگیره تا ابتدای یا همیشه اینقدر، مثلا یه هفته اینجا هست، اینقدر من به صورت رایگان میفرستم. اگر اینو فعال کنید هزینه ارسال رو واسه کاربر محاسبه نمیکنه. اگر اینم فعال کنید که عرض کنم رو 100 عدد به بالا تخفیف 15% واسه مشتری اعمال میکنه. حالا ما یه عکس هم بیاریم لازم میشه. واسه هر محصول شما میتونید تا 10 عکس بذارید واسه محصولتون. عکس اول که اجباریه و حتما باید بذارید. عکس ها هم باید پیکسلاشون مربعی باشه، یعنی 1000x1000 یا بیشتر، فرق نمیکنه. این عکس اول. عکس دوم هم همونو میذاریم. تا 10 عکس میتونید بذارید، ولی در نظر بگیرید که عکس باید خالی از هر گونه علائم، اسم برندهای دیگه، اسم سایت‌های دیگه، شماره تلفن و یا اسم فروشگاهتون باشه. این از این. ویژگی‌های اصلی محصول رو عرض کنم به خدمتتون که ببینیم این داره ویژگی محصول. مشخصات این ویژگی‌های اصلی محصول، مشخصات خلاصه از محصوله. این سایت رو نگاه کنیم، ایناش شامل این میشه خلاصه ها. حالا شما میتونید کمتر یا بیشتر
اینجا بیارید. این آوردیم. شرح محصولم که الان این نداره، البته همینو میذاریم. یه شرحی هم در مورد محصول بنویسید. میتونید اینجا هم عکس بذارید. الان اینو که کپی کردیم، ببینید فونت و ایناش درست نیست. اینو همش رو انتخاب میکنیم، حالا اینجوری یا با زدن کنترل A این دکمه ای که اینجا هست میزنیم. وقتی که زدید اینجوری خودش اتوماتیک فرمتش رو درست میکنه. حالا ما اومدیم دوباره مرور کنیم. اسم محصول، گروه بندی، کلمات کلیدی، قیمت سینیشون بده به کاربر، آیا وابسته به دلار هست یا نیست، پورسانت سایت که کمترینش 5% برای تمامی گروه ها، زبانات برگشته و دارد یا ندارد، لینک صفحه اگه دارید تو سایت میتونید بزنید وگرنه اجباری نیست، روش تحویل اجباریه، حداقل تعداد خرید میتونید بزنید، روش های پرداخت و ارسال، گارانتی، وزن، ابعاد، سایز بندی، رنگ بندی، تخفیف، ارسال، عکس‌ها، خلاصه و شرح محصول. اینو الان که ثبت بزنم محصول ثبت میشه. محصول ویرایش شد، به زودی بررسی میشود. بازگرد به صفحه محصولات. اینو بزنیم. الان این محصول ثبت شده و میاد واسه قسمت مدیریت که محصول رو بررسی کنیم و اگه نیاز باشه ویرایش بزنیم یا اینکه تایید کنیم. الان که نگاه کنید نوشته قیمت پورسان موجودی در حال بررسی، بازدید و فروشش هم که صفره. این رو این که کلیک کنم میاد رو صفحه محصول. عکس اولی که اجباری بود گذاشتیم میاد اینجا، اسم محصول، فروشگاه، ارسال، مبدأش تهران، مشخصات اینجا هست، نوشته هایی که نوشتیم میاد اینجا، عکسای بعدی میاد اینجا، ابعاد، فروشنده و صفحه فروشگاه شما. الان که هیچی توش نیست. من اگه از طرف مدیریت محصول رو تایید کنم، الان تایید کنم، شما بیاید رو پنل فروشندتون محصولات رو بزنید. اینجا نوشته فعال، بازدیدم 1 نفر. کد محصولتون اینه، ردیفش اینه. اینجا میتونید ویرایش کنید، قیمت رو دوباره ویرایش کنید، پورسانت رو ویرایش کنید یا موجودی رو. موجودی رو ما 10 تا میکنیم، پیشفرض سایت 1000 تاست. قیمت رو مثلا مینویسیم 3,650,000. ویرایش شد. الان که دوباره بریم نگاه کنیم میبینید که سایز بندی هاش اومده، رنگش اومده، گارانتیش اومده، قیمتش اومده. سبد خرید با انتخاب 100 عدد به بالا 15% تخفیف لحاظ می شود. الان مثلا 2 لیتری رو کلیک کنم، رنگ سیلورش رو ببینید 1,832 شد، 2 لیتری 3650، 1,5 لیتری 3 تومن. رنگ سیلورش، رنگ مشکیش. عرض کنم به خدمتتون که الان که افزودم به سبد خرید بزنم، اینو یادم رفت. ارسال رایگان دمنوش به سراسر کشور تا پایان روز برای خرید 10 عدد به بالا. افزودم به سبد خرید میزنیم، میاد تو سبد خرید. الان میتونید ارسال رو انتخاب بکنه. 10 تا رو که بزنه هزینه ارسال رایگان شد. این هزینه ارسالی محاسبه نمیکنه. میاد اینجا هزینه ارسال و بسته‌بندی رایگانه. مراحل ثبت محصول به همین سادگی بود، ولی شما یه چیزی در نظر داشته باشید، تمام اطلاعات محصولی رو که میخواید ثبت بکنید از اول داشته باشید که مهمترین چیزش هم اسم، عکس و توضیحاتشه. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم.